اگه این گزینه رو فعال نکرده باشید توی گوشید، بدون که حتما گوشید در خطره. بیا تو تنظیمات یا همون ستینگ، توی بخش امنیت و حریم خصوصی یا همون سکیوریتی، بیا پایین تر روی امنیت برنامه یا سکیوریتی اپلیکیشن بزن و روی گزینه اول بزن و روی اسکن تلفن بزن. این باعث میشه که گوشید اسکن بشه و هر برنامه‌ای که ریختی توی گوشید حتما برات اسکن میکنه و بهت میگه مشکلش چیه. من براتون استوب میکنم. بچه ها اگه اینجا بنویسه هیچ تهدیدی یافت نشد، یعنی گوشی شما کاملا با استفاده از برنامه ها امنیت داره، ولی اگه نوشته بود تهدید یافت شد، میرید اون برنامه رو پاک میکنید و حتما بیاید عقب و این گزینه گوگل پلی پروتکت هم برید فعال بکنید. سپر این گوگلتون رو فعال بکنید، حتما ویدیو بعدی که قراره فردا بذاریم و حتما نگاه کن. برای ویدیوهای بیشتر حتما پیج من سابسکرایب کن و اگه اینجور ویدیو رو دوست داری حتما لایک کن و تو نظرات بهم اعلام بکن. ممنون، خداحافظ.